و محبتی که بین سیدنا ابوبکر الصدیق و سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنهما بود اشاره مختصر داشتیم. در این جلسه به طور خلاصه و فشرده اشاره همان آیاتی که بیان میکنه و یا اشاره آیات قرآن به خلافت سیدنا ابوبکر الصدیق. بعضی از علما میفرمایند که در قرآن و در احادیث صراحتاً بیان شده که بعد از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم ابوبکر الصدیق جانشین هست. بعضی از علما به این نظرن که نخیر، به صراحت بیان نشده، بلکه اشارتاً گفته شده که نظر صحیح تر و قول ترجیح اینه که اشارتاً بیان شده نه صراحتاً. آیاتی که از آن آیات خلافت سیدنا ابوبکر صدیق دانسته می شود که این جایگاه را صدیق اکبر دارد، به طور خلاصه و فشرده چند آیت را نمونه بیان می کنیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در این سوره مبارکه همه بندگانی که با خداوند راز و نیاز دارند، مسلمانان، شبانه روز چندین مرتبه از الله درخواست میکنند که ای الله هدایت کن ما را به راه راست، راه کسانی که نعمت دادی به ایشان، انعمت علیهم. آیه 69 سوره نساء این آیه مبارکه را تفسیر می کند. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. اونهایی که نعمت داده شده، اونها کیا هستند؟ انعم الله کیا هستند؟ من النبیین والصدیقین، پیامبران هستند و صدیقین هستند. در این آیه مبارکه بعد از نبیین صدیقین گفته شده و چیز واضح و مسلمیه که رسول خدا ابوبکر را از گروه صدیقین بیان کردن. لقب ابوبکر صدیق میگویند. صدیق لقب که از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم به سیدنا ابوبکر صدیق داده شده. پس ابوبکر صدیق بر راه راست بودن و خلافت ابوبکر صدیق هم حق. از این آیه مبارکه معلوم میشه که انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین، ابوبکر صدیق از جمله صدیقین هستند و لقب صدیقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، و انعم الله اونهایی هم که نعمت داده الله سبحانه و تعالی به اونها، نبیین بعد از نبیین صدیقین هستند که مفسرین میفرمایند که این آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت و آیه‌ای که تفسیرش اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین هست و الشهداء والصالحین و حسن اولئک الرفیقا، دلالت بر خلافت سیدنا ابوبکر صدیق می کند. آیه دوم الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 54 می فرماید: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. این آیه مبارکه این هم دلالت بر خلافت ابوبکر صدیق می کند. چگونه؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید
ای مؤمنین یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، کسی که منکر بشه، مرتد بشه از دین الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی در مقابل مرتدین فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، در مقابل مرتدین قومی رستاده میکنه که آنها الله را دوست دارن و الله آنها را دوست داره. این رو ببینید که بعد از فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم عده‌ای از دین برگشتن، یا اینکه منکر شدن رفتن به طرف بت و بت پرستی، و یا اینکه احکامات اسلام بعضی قبول نکردن، مثل منکرین زکات، مانعین زکات. خلاصه به هر حال مرتد شدن عده‌ای. در مقابل مرتدین کی ایستادگی کرد؟ کدام شخص فرمان جهاد داد در مقابل مرتدین؟ جز ابوبکر صدیق کسی دیگری هست؟ ابوبکر صدیق هست که صحابه را بسیج می کند، لشکرکشی می کند علیه مرتدین. این آیه مبارکه چند نکته اشاره می کند. کسانی که در مقابل مرتدین استاده میشن، الله سبحانه و تعالی اونها رو دوست داره. یحبهم و یحبونه، الله اینها رو دوست داره و اینها الله رو دوست دارن. همچنین ادامه میفرماید اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. صفت دیگر اینها این است که در مقابل مؤمنین اینها ترحم دارن، اینها رحم دارن، محبت دارن، دوستی دارن. خلاصه در مقابل مؤمنین اینها خشن نیان، اما در مقابل کافرین سخت گیرن، خشنن و جواب دندان شکنی به اونها میدن، طوری که ابوبکر صدیق جواب داد. والله قسم کسی که زانو بند شتری در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان زکات می پرداخته و امروز نپردازه، با او برخوردی میکنم که دیگه فراموش نکنه. یعنی چی؟ یعنی شمشیر با او می جنگم. کسی که فرق بین نماز و زکات بگذاره، ابوبکر صدیق اعلان جهاد با او میکنه. پس در اینجی الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که اونهایی که مرتد میشن، مرتد شدن، قومی میآیند که من اونها رو دوست دارم، اونها من دوست دارن و در مقابل مؤمنین نرمن و در مقابل کفار خشنن. یجاهدون فی سبیله ولا یخافون لومة لائم. در راه الله جهاد میکنن و از هیچ ملامت کننده هم نمی هراسن. ابوبکر صدیق هست که فرمان جهاد میدهد و او سپاه و لشکری که به تحت امر و قیادت سیدنا ابوبکر صدیق هست. الله سبحانه و تعالی اونها را اشاره میکنه. در ادامه میفرماید ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. فضل الله هست که به کسی که بخواد میدهد. فضل الله شامل حال ابوبکر صدیق و اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که در کنار سیدنا ابوبکر صدیق بوده. پس این آیه مبارکه مفسرین میفرمایند که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، این آیه اشاره داره ارتباط به خلافت سیدنا ابوبکر صدیق. آیه بعدی الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 40 میفرماید الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته. الآیه، آیه که در برنامه گذشته ترجمه شد که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم طرف هجرت حرکت میکنن، سیدنا ابوبکر صدیق همراه اونها هستن، اشاره میکنه الا تنصروه فقد نصره الله. شما که نصرت ندادید پیامبر را، الله سبحانه و تعالی نصرت میده. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما. در اینجا بحث ثانی اثنین. ابو عبدالله
ابو عبدالله قرطبی رحمه الله میگوید که ثانی اثنینی در این آیه دلالت داره که ابوبکر جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. ثانی اثنینی، چرا که خلیفه و جانشین به کسی اطلاق میشه که در جایگاه دوم و پس از زمامدار پیشین قرار بگیره. این تعریف ابو عبدالله القرطبی هست و بعضی دیگر هم از مفسرین چنین توجیه میکنن که میفرمایند از این آیه مبارکه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اشارتا معلوم میشود که جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدنا ابوبکر صدیق هست. آیه بعدی الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. الآیه که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 100 اشاره میکنه الله از پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسی که به نیکی روش آنها را در پیش گرفته راضی است. حالا والسابقون الاولون من المهاجرین، ابوبکر صدیق رضی الله عنه در هر جا و مکانی آستین همت را به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بالا زد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که ابوبکر با جان و مال خود مرا یاری کرد. بنابراین پیشگامی ابوبکر صدیق در هجرت و همراهی سیدنا ابوبکر صدیق با رسول الله صلی الله علیه و سلم او در این رتبه میرسانه. کدام رتبه؟ به رتبه جانشینی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم. به این است که مفسرین میفرمایند که از آیه والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان دانسته می شود که سیدنا ابوبکر صدیق جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. بنابراین آیه دیگر که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم الآیه در سوره نور آیه 55. این آیه مبارکه اشاره داره ارتباط به خلافت سیدنا ابوبکر صدیق که انشاءالله تفسیر این آیه مبارکه و ترجمه این آیه مبارکه بعد از یک وقفه کوتاه بیان میکنیم. انصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اگر پیامبر را یاری نکنید در حقیقت الله او را یاری کرد. آنگاه که کافران در حالی که یکی از دو تن بود از مکه بیرونش کردند، هنگامی که آن دو یعنی رسول الله و ابوبکر صدیق در غار بودند. آنگاه که پیامبر خطاب به رفیقش ابوبکر می فرمود اندوهگین مباش، بیگمان الله با ماست. درود و سلام بر ابوبکر صدیق یار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سفر سرنوشت ساز هجرت. خدمت همه بینندگان عزیز مجدداً با عرض سلام و ادب و احترام، آیاتی که اشاره به خلافت سیدنا ابوبکر صدیق بود چند آیه اشاره کردیم. آیه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم،
آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، آیه والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. آیه دیگر که الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره نور آیه 55 وعد الله الذین آمنوا منکم، خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند وعده میدهد. وعده خداست. چی وعده میدهد؟ که آنان را حتما در زمین خلیفه و جانشین سازد، آنگونه که پیشینیان را رساند. از این آیه مبارکه مفسرین میفرمایند نه تنها خلافت سیدنا ابوبکر صدیق بلکه خلافت 3 خلیفه دیگر هم دانسته می شود. خلافت سیدنا ابوبکر صدیق، خلافت سیدنا عمر فاروق، خلافت سیدنا عثمان ذی النورین، خلافت سیدنا علی بن ابی طالب رضوان الله علیهم اجمعین. بخاطر اینکه الله سبحانه و تعالی میفرماید وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم، ایمان و عمل صالح کسی انجام بده. یعنی جریان خلافت مسئله ارث نیه که از یکی به کس دیگری ارث برسه و به میراث برسه. الله سبحانه و تعالی میگه هر انسانی که ملبس به ایمان و عمل صالح بود، هر کس که میخواد باشد، اشخاصی که با ایمان کامل و دارای عمل صالح بودن، اصحاب رسول الله و در رأس اصحاب رسول الله این 4 بزرگوار بودن. یعنی افضل الخلق بعد النبیین ابوبکر صدیق هست، بعد از ابوبکر صدیق عمر فاروق هست، بعد از عمر فاروق عثمان ذی النورین هست و بعد از عثمان ذی النورین علی بن ابی طالب هست. مفسرین میفرمایند از این آیه مبارکه اولا که خلافت سیدنا ابوبکر صدیق دانسته می شود، نه تنها از ابوبکر صدیق بلکه از 3 خلیفه دیگر هم دانسته می شود. آیات در این باره که اشاره به خلافت سیدنا ابوبکر صدیق داره زیاد هست و به طور خلاصه و فشرده نشانه های خلافت ابوبکر صدیق در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در قرآن کو گفتیم که اشاره شده در این آیات، در احادیث که ابوبکر صدیق بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم جانشین هست، به طور خلاصه چند حدیث را اشاره می کنیم. اولا جبیر بن مطعم رضی الله عنه میگوید که زنی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. زنی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، به او امر فرمودن که دوباره نزدشان بیاید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن برای این زن که تو دوباره بیا. زن برای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اگر آمدم و شما را نیافتم، یا رسول الله اگر آمدم و شما را نیافتم، یعنی اگر آمدم شما از دنیا تشریف برده بودید، چه کار کنم؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در جواب این زن چی میگویند؟ میفرمایند اگر آمدی و من را ندیدی برو نزد ابوبکر. این حدیث به ما چی میفهماند؟ از این چی دانسته میشه؟ رسول الله میفرمایند اگر آمدی من نبودم و از دنیا رفته بودم برو نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه. که این حدیث را بخاری و مسلم روایت میکنه. دوم از احادیثی که اشاره داره ارتباط به خلافت سیدنا ابوبکر صدیق، حذیفه رضی الله عنه میگوید که در حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم که فرمودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اینی لا ادری ما قدر بقاء فیکم، من نمیدانم اندازه‌ای که در بین شما چقدر دیگه میمانم. فاقتدوا بالذین من بعدی. الله اکبر.
رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من نمیدانم که در بین شما چی اندازه دیگه میمانم، شما اقتدا کنید بعد از من به این دو کی هست؟ اشاره کردن، حذیفه میفرماید اشاره کردن به ابوبکر صدیق و عمر فاروق که این حدیث در سلسله الاحادیث الصحیحه از شیخ البانی رحمهم الله بیان می کند. حدیث دیگر که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که ام المؤمنین عایشه صدیقه روایت می کنند، حدیث امامت سیدنا ابوبکر صدیق. ای ابوبکر امامت بده، امر کنید ابوبکر را که نماز بده برای. خب این دلالت به جانشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد که این حدیث را هم امامت سیدنا ابوبکر صدیق را بخاری و مسلم. چهارم حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن همه دربها را ببندید از مسجد الا دروازه‌ای که به طرف خانه ابوبکر صدیق هست، یعنی الا باب ابوبکر. این هم دلالت بر خلافت و جانشینی سیدنا ابوبکر صدیق بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. شاید ما این احادیث را از بخاری و مسلم روایت کردیم. خب اشخاصی که سیدنا ابوبکر صدیق را قبول ندارن، خب بخاری و مسلم را هم قبول ندارن. خب خیلی اگر تحقیق و بررسی بکنیم، خب این اشخاصی که ابوبکر و عمر را قبول ندارن قرآن را هم قبول ندارن، بر تحریف قرآن هم قائلن. کسی که ابوبکر و عمر و صحابه و اینها قبول نداشته باشه و ام المؤمنین عایشه صدیقه رد بکنه، قرآن رد کرده. خب کسی قرآن را هم قبول نداشته باشه، بخاری و مسلم را هم قبول نداشته باشه، خب چیز واضح و مسلم است که مثل این است که در روز روشن استاده بشه بگه الان نیمه شبه. خب در روز روشن کسی استاده بشه بگه الان نیمه شبه، ساعت 12 ظهر روز را بگه الان 12 شب هست. خب با چی گفتگو انسان باید بکنه؟ گفتگو با این انسان اینه که او را محکم بست و جایش را در مرستون یک دیوان خانه انداخت تا اینکه مردم از شرش فارغ بشن. چرا که وصف صحابه، وصف خلفای راشدین، وصف اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، وصف ازواج مطهرات قرآن داره بحث میکنه. کتابی که در از او لا ریب فیه، هیچ شکی نیست، در قرآن شکی نیست. تو که شک داری، کسی که شک بکنه خب جایگاهش مسلمه، واضحه. تهمت به ام المؤمنین عایشه صدیقه، توهین به اصحاب پیامبر، نعوذ بالله من ذلک. خداوند نمیفهمید از اینها اظهار رضایت کرده، بعداً نعوذ بالله واقف شده. پس بناءً احادیثی که اشاره شد احادیث صحیحه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره میکنن که بعد از ما ابوبکر، بعد از ما عمر و بالاخره امامت سیدنا ابوبکر صدیق و همچنین مسئله بازگذاشتن دروازه خانه که ابوبکر صدیق به مسجد نزدیک بود. از دیدگاه قرآن اشارات نسبت به خلافت ابوبکر صدیق بیان شد، از دیدگاه احادیث اشارات بیان شد. اجماع امت در مورد خلافت سیدنا ابوبکر صدیق، اجماع امت وقتی میگیم یعنی اهل سنت بر این اجماع کردن، اجماع دارن که ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیش از همه سزاوار جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را داشتن و بودن. تمام صحابه با رسول الله، تمام صحابه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با سیدنا ابوبکر صدیق بیعت کردن. مگر با ابوبکر صدیق کی بیعت نکرد؟ اشاره شده که مگر مرتدین با سیدنا ابوبکر صدیق بیعت نکردن و ابوبکر صدیق هم با اونها جنگید و مبارزه کرد
و بالاخره اونها را از پا در آورد و او فتنه‌ای که میخواستن ایجاد بکنن از سر مسلمان ها دور ساخت. ولی وقتی که ابوبکر صدیق با مرتدین مبارزه میکنه، بزرگترین مشاور و مشاور ارشد در کنار سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا علی ابن ابی طالب هست که حضرت علی ابن ابی طالب در کنار صدیق اکبر به عنوان مشاور و به عنوان یک برادر دلسوز و به عنوان یک حامی و پشتیبان دوشادوش کار میکنن و قرار دارن. پس این به طور خلاصه و فشرده بود اشاراتی از دیدگاه قرآن نسبت به خلافت ابوبکر صدیق، اشاراتی از احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، همچنین اجماع امت در مورد خلافت سیدنا ابوبکر صدیق. خدای تبارک و تعالی همه ما را پیرو واقعی سیدنا ابوبکر صدیق و سایر الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بگرداند. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.